حتی این فکر کنم بارونش فردا میاد. امروز در امانیم. سلامی مجدد. برای 4مین بازی پیاپی در یک پوزیشن تکراری داریم میریم سردار جنگل. فکر کنم همینطوری هم ادامه دار باشه. خب امروز داریم با سایپا آخرین بازی فصل پیشمون با سایپا بود. آخر بازی یه حرفایی از لیگ برتر و آسیا شنیده بودیم و الان اینجاییم. فصلی که توش 5 تا 6 تا بازی خونگی انجام دادیم، هنوز یه بازی رو هم نبردیم و من واقعا نمیدونم چی بگم. یعنی خیلی چیزا دلم میخواد بگم ولی غیر فوتبالی چیزی بگم. بگو. ما یه باخت سایپا بده کنیم. این خیلی فوتبالی بود تو فصل پیش بهشون باختیم که من رفته بودم کرش کرد. بس تو این فصل یک باخت حداقل نشون میدم. حالا شاید بازی برگشت میکنم. من بازی برگشتم احتمالاً برم. نه اصلا این فصل نبازیم. چی میشه مگه یه فصل نبازیم ما؟ همون شهر بابک هم بگیم اتفاق بود. پارس جنوبیه چی بگیم جام حذفی. جام حذفی لیگ نبود. مساوی. ولی چی میشه؟ فوتبالی احتمال همون مساوی برد وجود داره دیگه. خودش یه روز باید ببریم دیگه. بس واقعا زشته. اگه امروز نبرم من میرم یه آمار در میارم ببینم چه فصلایی بود که ما این همه مثلا بازی خونگی کردیم نبردیم. فکر کنم باعث آبروریزیشون باشه. البته هم نباختیم. حالا جام حذفی کار نداشته باشیم. نبردیم. این بدترش. آره. همون نیزارای معروفه دیگه آقای فردوس پوست میگفت. آقای فردی پوست. فردی پوست. همین نیزارا رو میگفت. اینجا آره، اینجا محل اتراق هواداره تراکتور بود. ازشون بپرسی واسهتون تعریف میکنن. وضعیت سگای اینجا هم جالبه. حالا خدا رو شکر مثل ولاگ قبلی از این صحنه‌های زشت دیگه نداریم خدا رو شکر. ولاگ نمیخوایم از حیات وحش سردار جنگل. فکر کنم یکی از گزینه‌هام هست. این فکر کنم یکی از همون گناهکاران از ولاگ قبلی بود. چه خبر بچه‌ها؟ با فرجاد هستم اینجا شروع شد. این هم چیز جالب. اولین فیتی که داره. اولین فیت با فرجاد و همون بعد سورینا و برام دیگه. دماش اف سی و بارش اسپور. آقا چه میشه بازی؟ یکیش میزنه. من میگم دو تا میزنه. دویچ هم میزنیم. اصلا میزنیم. امروز دیگه باید ببریم آقا. 6 تا بازی خونگی این فصل نبردیم. کلا ضایع است. ضایع که فجیع. اون چیزی که شاید خیلی بهش دقت نکنن اینه که تملق یه ابزار دفاعی هم میتونه باشه. چاپلوسی، هندونه زیر بغل گذاشتن، یک سیستم دفاعیه برای اینکه خودتو از انتقاد از اون کسی که داری ازش تعریف میکنی دور کنی. چیزی که ما از خیلی از افراد دور و بر تیم میشنویم اینه که بعد هر بازی، بعد هر اتفاق میگن چقدر هوادارهای دماش خوبن، چقدر تشویقاشون خوبه. ببینید همه میدونن هوادارهای دماش خوبن، خود هوادارهای دماش هم میدونن چقدر خوبن، اما به فکر جواب باشید، به فکر بهبود عملکرد داخل زمین باشید که اون هواداری که ازش تعریف میکنید رو خوشحال کنید. یک بار هم که شده دست از این ابزار دفاعی تملق بردارین و عملکردی داخل زمین داشته باشین که بتونین این هوادار رو برای یک بارم که تو این فصل شده راضی بفرستین خونه. تعریف‌ها رو خودشون همه رو میدونن، نیازی نداره. آقا امروز بازی رو ان شاءالله به امید خدا داماش میزنه. احساسا میگه 2-1. گلا رو کی میزنه؟ 0-0 هم ممکنه بشه. گلا رو یه دونه امید میزنه، یه دونه علیرضا از بارش اسپورت. امید خدا میبریم. امید خدا میبریم. سایپا تیم خیلی خوبیه. احساس میکنم میزنه. داماش هم خیلی خوب داره. امیدوارم که بازی خوب ببینیم. جدای از نتیجه. ولی چون به حسب عادت مساوی زیاد میگیریم تو خونه احتمال داره مساوی هم بشه. 0-0. قشنگ ویوتون الان جوری انگار مثلا گزارش این تلویزیون داره از صدا و سیما میگه پشت صدا و سیما تو خود اینترنشنالی. ما خودمون رسانه‌ای بین‌المللی هستیم. خودمون یه لشکری. لشکر یک نفره. یک نفره.
همه الانشون بجو همه برو این صحنه رو تو بازی قبل هم دیده بود. تفکرات جهان شالو قبل بازی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شاید حرف میزنه. تمومش کن دیگه. حرف نداره که. بازی دقایقی هست که شروع شده در بدترین تایم روز در یه استادیوم دور افتاده بدون هیچ گونه سرویس دهی. هوا، جو، تایم بازی، همه چی صفر. امیدوارم من اشتباه بازم سعید ابراهیم پور ما رو نجات داد. حالا هم باز بگم چه خط دفاع خوبی دارید. بدترین اتفاق واسه تیم اینه که بهترین بازیکنش دروازه‌بانش باشه. این اصلا به یادگار داشته باشه. هیچ اتفاق پیش بینی نشده ای نیفتاد. من اصلا از اون اول یه لحظه وسط بازی 10 دقیقه شد دیدم گفتن این بازی بوی 0-0 میده. حالا حادثه ممکنه رخ بده چه این تیم چه اون تیم، ولی روال بازی اینطوری نیست. مخصوصا با اون مصدومی که دادیم ممکنه وضعیت قایمون بدتر هم بشه. دیگه عادت کردی من ترجمه میکنم اصلا من متوجه نشدم حرف اولش. همین درخشان میگه همین درخشان 5-6 بازی همین درخشان اینستاگرام میگه خیلی از اونها بود. بله دیگه کار بله خیلی زبان سختی. بله اوکی. لالی صحبت میکنه. بعد از پایان یک نیمه بی حادثه نیمه دوم شروع میشه و ما همچنان به دنبال اولین برد خانگی این فصل هستیم. همچنان به دنبال اولین برد خانگی این فصل هستیم که این فصل.
با وضاحت درخواست دارم یه لباس واسه فرجاد بخرید. خیلی ممنون. نحوه بازی تیم به معنای واقعی حال آدم به هم میزنه. به دقایق آخر میرسن اینقدر دیگه تیم حریف حمله میکنه میگن خب همین مساوی رو بگیر. واقعا حال آدم به هم میخوره. حال آدم از دیدن این بازی تیم به هم میخوره. هفتمین بازی خانگی فصل همچنان هیچ. من اصلا دیگه سورپرایز نمیشم با 0-0 علیرضا. حس مشترکیه که احتمالاً من و تو بسیاری از هوادارا داریم. حس مشترک. و مشکل میدونی چیه علی؟ مشکل اصلی به نظر من اینه. الان ما در رأس تیم از نظر فنی کسی رو نداریم که بخوایم یقه‌ش رو بگیریم بگیم آقا این نتیجه بد مثلا به خاطر عملکرد توئه. نیمکت خالیه. والا طرف خودش چی بود که آنالیزورش شد. اون بنده خدا تقصیری نداره دیگه، شاید اون ناچار شده که در اون موقعیت قرار بگیره. مجبوری اگه نمیتونی برو. همین یا بره یا میگم مدیریت تا الان باید دیگه فکری می‌کرده دیگه. باشه قرار بود که تصمیم عجله‌ای گرفته نشه ولی الان دیگه بسه.